میامدگی تبریک میگم و نکی مادر ما به نهایت اما تحفه خوبی خوب ساخت. باور کنین این تحفهش فراموش نشونده، با فراموش نمیکنم. که ما میسوزم از جانی تو، وای ما میسوزم برای که ما تو مادرم هستی. نخود منو در پیش همه خبرانی شرمنده کنیم. خیلی گفته که ما امروز میرم دستگیری خونه پیرانسالان، ما امروز میرم کیم گجا. نخود یا مادر خود ما سرشته کردن اتانومی دروغ هایم تهمت برزیدی ما رفتیسته. خداوند شاهده سرشته کنه هر کسی که دروغ گم میزنه درمی بابا. من نمیدونم برزیدی ما چی با این مادر این کارکت که فردا چکل به چشم من نگاه میکنه دیگه. کی نداره در زندگیش پرابلم، کی در آیله نداره. اولی خیلیش برا در اینترنتی که گپای پست بلنزه دیسه یا خیلیش یک سال یک بار یک تنون مادرش دادر آورده دادگی لیکن من یک حیات و مادرم سرشته کدگیم. یک حیات ای روزی خود من میشناسم مادرم سرشته کدگیم. برای ما همه مادرانی عزیز من با ایدی خوب میگفتید که این ویدیویی که در اینترنت پخش شد و تو کجا حقیقت دارد؟ این کار دست خواهرم برادرم است. به خاطری که ما یکم پروبلم نداشتم امروی مادرم تا همین روز. لیکن امروز مرا نفهمیدم مادرم از چی سبب اینقدر گپای نادرست زده، مرا اینقدر پیش مردم سیاه کرد. و حق مادر بدنش من اینترویو دادستم که مردم مرا نادرست نفهمه. سبب پروبلم ما از چی سر شد که امو یک پسر یک دختر داره، پسرش ایما 3 سال کلانه، دخترش ایما 3 سال مایده. گفتم که برام بایورم کار کنن حق فرزندشون بکنن. برای خودت خیلی توکای من زندگی خود ندارم. من دختر ما کلان کردستم به نزدیک زندگی خودم باید باشید. ما مادر گفته یک سیله میخواستم که مرا بیای سر مسیله کنم. مادری من که افسوس مرا مادرم نکرده میکنم. فقط فکری هم بچه ها میشناسم اون زمان وقتی ما یک جای کلان شدگیم در یک جای شیشته خودمون دژ بودگی که در یک کوارتیر ما زندگی میکردیم خونی مادر. وقتی مادرش به فرزندولی نداشت بشورمون خاکا اون قشن میدونم که این دختر بیخد مردی کرده برای وقتی مادرش میگی کسی این بین اینو دار اومد چی کار کرد ایره ما نمیدونم. پسر کلان داره چی به حق پسرش طلب نمیکنه که بیا مرا حق مادری ما بده. دختر داره چی ما باور کرد ای خوردی تو آزی جوابی 10 تا 20 پسر ما اخشد دادگیم دو مادر. نکی خداوند شایده اگر امی گپم دروغ باشه مرا خدا سرشته کنه. من هیچ وقت حیاتم به مادری پردایی ندارم. این نمیپردام شه. فکر نکرد که امروز اینترویو را میتیم با پگه فرزند پیشیدگی دیلی مرا میرنجونی با کی پگه درکار میشه و ما درکار میشه. شما همون قشن میدونم که فقط یافتن فیروزه با مادرش رسیدگیه. ما چی گفتنیم که دیگه مادر روی کار نکنم. ما فرزند داریم، منم دختر دارم که خیلی کار نکنم با حق دختراش. یه دختر همونقدر مهنت کردگیه، همونقدر او چشمی رو کردگیه یه پدر. تو این همین موی فیورال من میدونم که تو موی فیورال خیلی یاردمش رسیدگیه. من نمیدونم پرابلم چی شد مبین بچه و دختر برای چی مادری و این خیلی کار کرد. من همون حیرانم. باید مادر نبرد فرزند که یک کنترک شکست شده مو باید یاردم کنیم فرزندوی مادر. یکی هیچ وقت میخوایدم نکنیم. من همون حیرانم. من اونو ندیدم مادرش که ببینیم من چند قدر میزنم. خب در مسئله بیماریشون چی گفتن است؟ بیماری هم قیقی میدونم که اصلا نیست وای خرانیچسکی برانخیت داره. من قد کودکی میشه نمیکنه مرا دستگیری. من یک کودکی تو حضور دستگیر شبینه خواهم میدونم. لیکن مرا مادرم نفهمید دروغ در اونجا اینترویو نادرست داده. مرا میگن نگاه نمیکنه اینا مای طولی مای فیورال بود که اومدن دونوش صدفی کردم همش سفید کردم رویش کردم. اینا پرودیسرم زده میدونه شایده هر هفته هر تاکسی را اینا برین از همه جا میتونیم برین از تاکسی ها اینترویو بگیرن. تاکسی قرغون تپا هر هفته پول رویبون میکنن. ای مجا میرم پول میتیم قرغون تپا خونه مادری ما میبرم پول میتیم. ما مادری پلتوی ندارم. لیکن
مادری با چرا اینقدر درک من و حقیقت که با چه کسل اسما براده اسما نیسته مادر من کم در دوا برانخی دارم من که نمیدونم برای چی کار شده است برای چی همون مونده به حق فرزندش همه خیلی کرورا کرده است من همیره نمیدونم نیکی من گفته میتونم که فیروزه ای همین کودکیش که یکی مونده کار کرده